سلام بینندگان گرامی، به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. امروز چهارشنبه 4 مارس است و در 15 دقیقه بعدی این موضوع را خواهیم داشت. تاجیکستان برای پیشگیری از پهنشوی احتمالی کرونا ویروس جمع آمد آدمان در مسجدها و مارشرافکه ها را محدود می‌کند. وبا های این وبا اومدگی خدا هیچ کی را نشان نده این کساله خدا پناه بده تمام مردم. آمین یا رب العالمین. زنان افغان به سازش ایالات متحده آمریکا با طالبان که هفته گذشته امضا شد زیاد اعتماد ندارند. بیشتر بحث منافع دو طرف است تا اینکه بحث مردم افغانستان. در ختلان برای تشویق جوانان برای خدمت در ارتش تعلیم رانندگی رایگان به راه مانده می شود. پس از خدمت هم می تواند که این کمک کند در زندگیشون. مرکز اسلامی تاجیکستان یگانه نهاد صادرکننده فتوا قرار منع نمازگزاری دستجمعی در مسجدهای کشور را صادر کرد و آن را یک چاره پیشگیری از کرونا ویروس نامید، چون به گفته آنها در مسجد آدم زیاد جمع می شود و می تواند سبب پیدایش و سرایت‌یابی به بیماری گردد. مسئولان مرکز اسلامی به رادیو آزادی گفتند که قرار از بامداد روز 5 مارس به اجرا می درآید. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم زرانکز نوروزشاه از شهر دوشنبه. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان همین چند لحظه پیش در پی یک جلسه ویژه به خاطر جلوگیری از خطرهای کرونا ویروس خواندن نماز در مسجدهای جامع و 5 وقته و همچنین جماعتخانه ها را منع کرد. قرار شورای علما روز 4 مارس نشر شد و طبق آن تنها به خواندن نماز جنازه اجازه داده شده است. ریاست شورای علما همچنین در مراجعت خود به مردم توصیه داده است به تازگی در خانه و دور کردن پرتوها توجه کنند. در این مراجعت همچنین آمده است شخصانی که در خود طبیب بلند را احساس می کنند از روی مسئولیت ایمانداری فوراً به طبیب مراجعت نموده تا شفا یافتن از رفتن به جایهای جمعیتی و سرادم خودداری ورزند. شخصانی که به این بیماری گرفتار شدند آن را نباید پنهان کنند، زیرا مسلمان نباید به خود و دیگران ضرر رساند، گفته شده است در مراجعت شورای علما. منع موقتی نمازگزاری در مسجد تازه در یک جلسه شورای علما اعلان شد، اما در برخی از مسجدهای شهر دوشنبه از شام دیروز به نمازگزاران اعلان شده است که به خاطر جلوگیری از احتمال پنهان شدن کرونا ویروس از نماز جماعت در مسجد خودداری کنند. ما تمام این مردم کلانسال دعا میکنیم در حق همین جوانا و تمام همین جمعیت ما که از این کسل خودشون هم احتیاط کنن، امین بدارن که خیلی وبا های این وبا اومدگی خدا هیچ کی را نشان نده این کسل خدا پناه بده تمام مردم. آمین یا رب العالمین. وزارت معارف و علم تاجیکستان امروز قرار کرد راهپیمایی و یا مارشرافکه محصلین مکتب و دانشجویان به خاطر تجلیل جشن نوروز امسال برهم داده شود. وزارت در شرح تصمیم خود میگوید این اقدام برای صرفه‌جویی مبلغ‌های بودجه دولت و پیشگیری از احتمال پهنشوی کرونا ویروس گرفته شده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سرویناز روح‌الله. با دستور ستاد وزارت معارف تاجیکستان شرکت مکتب بچه‌ها و دانشجویان در مارشرافکه‌ها و تمرین‌ها جهت تجلیل جشن نوروز لغو کرده شد. سبب اصلی این تصمیم وزارت معارف تدبیرهای پیشگیری از خطر کرونا ویروس است. در برابر این از جانب رهبر ستاد به مسئولین دستور داده شده است که در تمام مکتب اینترنت‌های جمهوری موادهای خوراکه و موادهای ضد ویروسی خریداری و ذخیره کرده شده از اشتراک در المپیادهای بین‌المللی و سفر به کشورهایی که در آنها ویروس مذکور به قید گرفته شده است خودداری کرده شود. کمیته رشد سیاحی با ارسال نامه از شرکت‌های سیاحی کشور خواسته است که از فرستادن سیاحان به کشورهای چین، ایتالیا، کره جنوبی، ایران و افغانستان خودداری کنند. شرکت‌های سیاحی میگن تقریبا در طول یک ماه اخیر زمان خروج سرتاسری کرونا ویروس در جهان شماره مشتریانشان به مراتب کاهش یافته است. در همین حال ستاد پیشگیری از کرونا ویروس در وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید احتمال گرفتار شوی به کرونا ویروس خیلی زیاد است. از این رو نهادهای مربوطه از تدابیر عاجل و جدی کار میگیرند. آریزه های بیماری کرونا ویروس این التهاب دو طرفه شش ها که فعالیت کار شش رو ویران میکند و در شخص نفس تنگی و نورسایی هوا پیدا می شود که باعث فوت بیمار می گردد.
تا 29 فеврали соли ҷорӣ 1331 нафаре ки аз хориҷ ба тоҷикистон ворид шуданд таҳти карантин қарор гирифта шуда буданд. он замон муҳлати 14 рӯзи карантинӣ 1052 нафарашон ба поён расида рухсат шуданд ва 279 нафар таҳти муроқибату назорат қарор доштанд. аз шумораи умумии 177 нафарашон шаҳрвандони чин, Кореяи ҷанубӣ, Эрон ва Афғонистон буданд. Сарвинози Рӯҳулло, Бароди Юсуфӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе. бинандагони азиз, хабарҳои марбут ба густариши коронавирус дар ҷаҳон ҳар лаҳза дар ҳоли таҳаввуланд. ҳамкорони мо ҳар лаҳза ин мавзӯъро пайгирӣ доранд ва шумо охирин хабарҳоро дар ин бора аз сомонаи Радиои Озодӣ cw.ozodi.org метавонед тамошо кунед. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба як огоҳӣ ва баъдан барномаро бо гузорише дар бораи занон дар Афғонистон идома медиҳем. دونالد ترامپ президенти амрико бо роҳбари толибон суҳбати телефонӣ доштааст. Трамп рӯзи 3 март ба хабарнигорон гуфт ки бо роҳбари толибон дар Қатар Мулло Абдулғанӣ бародар тавассути телефон суҳбат кард ва муколамаашон хеле хуб будааст. чанде пеш Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва толибон дар Қатар бо ҳадафи хотима бахшидан ба ҷанги 19 сола дар Афғонистон созишномаи сулҳро имзо карданд. аммо занони афғон чандон хушнуд нестанд, чун ҳарос доранд ки пас аз имзои созишномаи сулҳи Амрико бо толибон озодиҳое ки бо талошҳои сангин фароҳам шуда буд мумкин аст аз даст раванд. Хиромон Бақозода мавзӯъро идома медиҳад. занҳо дар Афғонистон бовар доранд ки созиши сулҳи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва толибон озодиҳои ба сахтӣ ба даст омадаро аз байн мебарад. гурӯҳи ифротии толибон солҳои 1996 то 2001 дар Афғонистон дар сари қудрат буд. آینده مبهم و نامعلوم در پشت از این توافقنامه میبینم، چون با باور ما طالبا هیچ به صلح باورمند نیستن و اونا اصلا. намояндагони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Толибон рӯзи 29 феврал созиши сулҳро ба имзо расониданд. ин созиш ҷадвали хуруҷи нерӯҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз Афғонистонро баъди 18 соли ҷанг تعیین کرده است. در توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان به امضا رسید بیشتر بحث منافع دو طرف است تا اینکه بحث مردم افغانستان. سازش امضا شده راه مکالمه مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را باز میکند. زنهای افغانستان میگویند نظر آنها هم باید به اعتبار گرفته شود. امید است که حکومت افغانستان و هیئت فراگیری که آنها را سر میز مذاکرات با طالبان میشینانند برای بررسی یک سازش سیاسی به خاطر حمایت حقوق زنان آماده باشد. طالبان اشاره کردند که حقوق زنها را برای تحصیل و کار حمایت میکنند. ولی طالبان از حضور یک جایه مردان و زنان هشدار دادند و جنگجویان طالبان به مکتب‌های دخترانه حمله ها انجام دادند. ما باید شرط‌های گذاریم که طالبان با حقوق زنان موافقت کنند و اگر آنها این شرط‌ها را اجرا نکردند، حکومت افغانستان و دیگرها می‌توانند دیگر سازشنامه‌ها و موافقه‌ها را که در چهارچوب توافق سیاسی حاصل شده است بیکار کنند. and other terms that they have agreed to within the political settlement. مکالمه مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان قرار است 10 مارت شروع شود. در تاجیکستان یک ماه بعد موسمی بهاری دعوت به ارتش شروع می شود و مقامات در ولایت ختلان یک راه دلگرمی جوانان به ارتش را عملی کردنی هستند. اکنون قسمی از جوانانی که سینشان به خدمت رسیده است رایگان شهادتنامه رانندگی می گیرند. این اقدام در حال راه اندازی می شود که قبلا نیز مقامات تاجیک برای جلب جوانان بعضی از امتیازها از جمله زمین وعده می دادند، اما اجرای آن را بعدی خدمت حربی می گذاشتند که نه همه وقت عملی می شد. تفصیلات در گزارش آرزوی کریم و شادمانی یتیم. این جوانان رایگان رانندگی می آموزند. مدت 3 ماه باید هم مهارت رانندگی و هم تعمیر ماشین بارکش را از خود کنند. بسیارتر علامت‌های راه را می‌آموزیم که در وقتی که ماشین را می‌رانیم خطا نکنیم.
ولی آمادگی حربی البته می‌موزیم. آمادگی حربی به آن خاطر است که جوانان حتما باید به خدمت حربی روند. مقامات وعده دادند که با شهادتنامه رانندگی در خدمت یا راننده و یا تعمیرگر نقلیات میشوند. در تاجیکستان که بیشتر جوانان از خدمت حربی سرپیچی میکنند، مقامات ولایت ختلان از این شیوه جلب جوانان کار گرفتند. دعوت باهوری سال 2020 ما به نقشه گرفتگی 50 نفر با واسطه دو صف یعنی تیار کردن رانندگان، از این 20 نفرش از جانب وزارت مدافعه پرداخت کرده می شود، 30 نفر دیگر از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ما پرداخت کرده. همساله با شروع موسم دعوت حربی حالتهای جلب مجبوری جوانان به ارتش زیاد مشاهده می شود. جوانان حالتهای بدرفتاری و مرگ سربازان در قسمهای حربی را بهانه برای نرفتن خود می دانند. مقامات دایم از بهتر شدن وضع خدمت سربازان می گویند. تحلیلگران از شیوه نوی جلب جوانان به ارتش استقبال می کنند، ولی پیشنهاد دارند که شرایط تکنیکی چنین مرکزهای آموزشی به طلبات موافق شود. هم با خدمت جلب می شوند، باز حجت رانندگی می گیرند که در آینده پس از خدمت هم می تواند که این کمک کند در زندگیشون. در تاجیکستان در یک سال 2 دفعه جوانان به صف ارتش دعوت می شوند. در تاجیکستان برخی از گرفتاران بیماری افسردگی و یا روحی برای طبابت به طبیبان خلقی و یا به اصطلاح روحانیان جنبرار مراجعت می کنند. مؤثر بودن این گونه اصول طبابت از جهت علمی ثابت نشده است، اما تجربه طبابت و یا جنبراران تنها خاص تاجیکستان نبوده است. در کشوری افریقایی سومالی نیز برخی از چنین بیماران به طبیبان خلقی رو می‌آورند که با اصول غیر عادی بیماران را طبابت کردنی هستند. در یک کلبه کنار شهر موغادیشو پایتخت سومالی، محمد یعقوب در روبروی کفتار قرار دارد. طبق باورهای عنعنوی سومالی که ریشه‌های عمیق دارند، کفتار جن‌ها و روح شیطانی را که سببگار بیماری روحی و افسردگی میباشند تناول میکند. محمد را برادرش عبدی به نزد ادن ایگال آورده است که با لقب دکتر کفتار معروف است. پدرم به برادرم فرمان داد که از همسرش جدا شود و با زن دیگر ازدواج کند. همسرش رفت و بعد از آن روز به روز سردردی او بیشتر شد. برادرم هر وقتی که همسرش را میدید گریه میکرد. خلاص او عقلش را گم کرد و ما او را برای طبابت به اینجا آوردیم. طبابت در اینجا دهشت آور است، ولی تجربه از آن بدتر هم وجود داشته است. اصلا طبق عنعنه‌های قدیمی بیماران روحی را در یک اتاق با کفتار بیرون از قفس می‌ماندند که بعضاً مورد حمله کفتار قرار گرفته مجروح و یا حتی هلاک می‌شدند. دکتر کفتار مطمئن است که طبابت او به کسی ضرر نمی‌رساند، زیرا کفتارش در قفس است. حامیان حیوانات وحشی و طبیبان بیماری روحی به قول او موافق نیستند. من به چنین طبابت اعتماد ندارم. این نوع معالجه علمی نیست و مشکل بیماران روحی را حل نمی کند. اما در کشوری که طبق آمار سازمان جهانی بهداشت همگی 3 طبیب تمرین دیده بیماری های روحی به قید گرفته شده است، برای بیماران طبیبان شبیه دکتر کفتار یگانه انتخاب معالجه باقی میماند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف با فرمان امضا گذاشت که طبق آن از 1 اپریل شهروندانی که در تاشکند ثبت نام نشدند حق پیدا میکنند مالکیتی غیر منقول به دست آورند. رسانه‌های دولتی ازبکستان گزارش می‌دهند که میرزیویف همزمان فرمان را امضا کرده است که به ساکنان دهات دوردست کار و زندگی در تاشکند را اجازت می‌دهد. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتونید مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح بر وقت شما را در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.